احترام به سالخورده ها از بین رفته. تو مترو یه پیرمرد وایستاده بود. هرچی به یه پسر گفتم پاشو بذار آقا بشینه، میگفت نمیخوام، چرا خودت پا نمیشی؟ پدره به پسرش میگه هر وقت من رو اذیت میکنی یکی از موهای سرم سفید میشه. پسره به پدرش میگه پس برا همین بابا بزرگ تمام موهاش سفید شده. دیروز از تاکسی پیاده شدم. در رو بستم. راننده گفت اوی گاو. در رو باز کردم، دوباره محکمتر بستم. گفت چی شده؟ گفتم هیچی، دمم جا مونده بود. واسه داداشم رفتیم خواستگاری. بابای دختره گفت خونه، ماشین، پول، کار داری؟ منم گفتم اگه اینا رو میداشت که نمی اومد خودشو بدبخت کنه. دیدن حرفم منطقیه، گفتن مبارکه. غضنفر میره عروسی. تو عروسی برف شادی میریزن، سرما میخوره. مردی در هوای سرد اسبی رو دید که از بینیش بخار میاد. با خودش گفت فهمیدم، پس اسب بخار که میگفتن همینه. اولی از ماشین که خریدی راضی؟ دومی خودم نه، ولی مکانیک سر کوچمون خیلی راضیه. دکتر بعد از معاینه بیمارش گفت همونطور که میبینم سرفه شما از دیروز بهتر شده. بیمار گفت درسته، آخه من دیشب تا صبح تمرین میکردم. رفتم شیرینی فروشی. یارو جعبه شیرینی رو 180 تا گره زده. بهش گفتم داداش اگه میخوای خیالت راحت بشه روش بنویس لعنت بر پدر و مادر اونی که در جعبه رو باز کنه. نمیدونم چرا ناراحت شد. گفت اصلا شیرینی نداریم. غضنفر به دوستش میگه میدونستی آب 3 تا جن داره؟ دوستش میگه نه، اسمش چیه؟ غضنفر یکی اکسجنه، 2 تا هیدروژنه.